سلام دوستان، به کانال نکاتاب خوش آمدید. همه ما میدونیم که درختها فایده های زیاد دارند و علاوه بر تولید اکسیژن از فرسوده شوی خاک پیشگیری میکنند و خوراک حیوانات را نیز تامین میکنند. اما در این میان درختانی هستند که دست رساندن به آنها خیلی خطرناک است و اگر به آنها نزدیک شوید حتما ضرر میبینید. در این ویدیو سراغ خطرناکترین درختان دنیا میرویم. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک موندن را فراموش نکنید. салом дӯстони азиз, ман пеш аз сар кардани видео мехоҳам як чиза ба сайми шумо расонам. ҳаматон ҳамин чиза медонед ки номуш балясин. Касое ки намедонед симана марҳамат динем балясин гуфта чира меган. Ман фикр мекардам ки аки ино тамоман наймода рафтан ва ҳозир ӯ турбакҳои китайские ки буромадаги ҳама ҳам хеле мезана ки дурузда вайрон меша. хушбахтона ин аймода рафтагӣ набуда ва баръакс боз ҳам зеботару хубтар качествошон бақувваттар шудаги. ва шумо ина метонед ки ана ҳамин номере ки дар рӯи экран дидестен занг занед ва дархост кунед. бародар Беҳрӯз ориентир дар ҳавороти аэропорт худчон ҳамин чизоро мебуроранд бо сифати аъло ва нархи дастрас. метавонанд ки шумо бо даже бурда дар хонаотон установка карда рангу бор карда тиянд. хулоса номи канали Некатоб салом расонед, агар бо ба шумо скидка мекунам. хулоса кадомед агар дар кор бошад марҳамат занг занед. профессионал заказ кунед бо хубтара. ба мо боша видеоро давом метем. Sandbox tree یا درختی هورا. چنانه که از ظاهرش میبینید یگان آدمی با عقل با آن نزدیک نمیشود و دست هم نمیرساند. البته خصوصیت های خطرناک این درخت یکی نیست و اگر با آن دست نرساندیم هم به شما آسیب میرسد. هورا یکی از گیاهان خطرناکترین جهان شناخته شده است و بلندی آن از 27 تا 40 متر بوده. سر تا سر تنه‌اش خارهای چوبی دارد. خصوصیت ترسناک دیگری درخت هورا این است که میوه‌اش میترکد. بله درست فهمیدید. میوه این درخت میترکد و تیکه های آن با سرعت باور نکردنی 24 کیلومتر در ساعت به اطراف پهن می شود. حتی اگر از درخت 18 متر فاصله داشته باشید هم باز این میوه به شما ممکن است که ضرر رساند. باز خصوصیت دیگرش این است که میوه درخت زهرآگین است و اگر یگان بیچاره در وقت گشنگی میوه این درخت را بخورد پس درد شکم، دل بهزوری، قی کردن و شکم روی در انتظارش خواهد بود. شیره این درخت پوست آدم را میسوزاند و اگر به چشم رسد آن را کور میکند. حالا شما چه فکر دارید؟ برای چه این درخت اینقدر خصوصیت های محافظتی زیاد دارد؟ درخت انجیری زهری. خاصیت این درخت این است که از انجیرهای عادی فرق کردن آن مشکل است و آدمان خطا کرده آن را میخورند و زهرآلود میشوند. این درخت یکی از خطرناکترین و زهرآلودترین درختان دنیا به حساب میرود و سببش این است که شیره زهرآگین سفید رنگی دارد که روی درخت، برگان و میوه ها را پوشانده است. با دست زدن به میوه این درخت پوست آبیله میکند. اگر چوب این درخت را سوزانید و دود آن به چشم رسد ممکن است که کور شوید. با خوردن میوه گلو هم میسوزد، معده التهاب میگیرد و ممکن است که در معده خونریزی پیدا شود. این درخت بیشتر در آمریکای شمالی و جنوبی دیده می شود و روی درخت نوشته‌اند که مردم به آن نباید نزدیک شوند که آسیب میبینند. اما جالبش این است که آدمان این منطقه از زمان قدیم از چوب این درخت وسیله‌های گوناگون می ساختند و میوه‌اش را خشک کرده از آن همچون داروگی استفاده میکردند. درخت خودکشی. نام علمی این درخت خودکشی نیست بلکه سربرا آدالام نام دارد. محل رشد آن هندوستان و قسمت‌های جنوبی آسیا است و مردم برای ساختن حصار در و دیوارهای چوبی از آن استفاده می‌کنند. اگر به این درخت کاردار نشوید آسیب نمی‌بینید، اما اگر میوه آن را خورید آسیب سخت می‌بینید و ممکن است که به نزد پروردگار سفر کنید. جالب است بدانید که میوه این درخت را کسانی می‌خورند که خودکشی کردن می‌خواهند یا اینکه می‌خواهند کسی را زهرآلود کرده کشند. این میوه یک دانه کلان دارد که در درونش ماده با نام سربرین دارد. این ماده زهرآگین روی موشک‌های دل تاثیر کرده انسان را زود می‌کشد. مسئله جالب دیگر این است که در وقت اکسپرتیزه سودی یافتن این ماده در درون بدن خیلی مشکل است و این ماده خودش را با دیگر مواد یکجا کرده به نظر نمی‌رسد و در اکسپرتیزه سودی معین نمی‌شود. به همین خاطر این راه خودکشی در هندوستان معمول شده بود. با خوردن یک دانه این میوه پس از 2 روز آدم می‌میرد و در طی این 2 روز قاتل هم فرصتی گریختن دارد. درخت شاکران. درخت شاکران یا کانیوم ماکولیتوم یک گیاه خیلی زهرناک است که در اروپا و شمال افریقا می روید. بلندی این گیاه به 2 متر و 40 سانتی متر می رسد و یک تنه سبزی
درون خالی با رخ‌های سرخ و بنفش دارد. گل‌های آن هم خیلی خرد و سفید رنگ هستند. خلاصه گفتنی هم که ظاهر این گیاه خیلی زیبا و بی‌گناهک می‌نماید و هیچ کس فکر نمی‌کند که اینقدر زهرناک و خطرناک باشد. و همین خاطر نام دیگرش شاکران است، چون که همان زهر است که سقراط با خوردنش به آن دنیا رفت. سبب زهرناک بودنش این است که در ترکیبش یک نماد الکالوید دارد که برای بدن آدم و حیوان زهر محسوب می شود. در طول تاریخ گاوها، خوکها، اسبها و بزهای زیاد قربانی این گیاه زهرناک شده جانشان را از دست دادند. البته اگر آدمان هم در جنگل میگشتند و گیاه میخوردند، نامشان بر روی خط این قربانی ها علاوه میشد. خوردن 6 تا 8 دانه گلبرگ این گیاه آدم را میکشد. زهر این گیاه اول به گرده ها و بعد به شش ها تاثیر کرده این اعضای بدن را فلج میکند و انسان از نارسایی هوا میمیرد. کامینیو یا درخت سرخدار. کامینیو یا درخت سرخدار یک درخت دائما سبز است که در اروپا، افریقا، آسیا و همچنین در کشور ایران میروید. این درخت بسیار زیبا و جلب کننده است، اما نباید فریب ظاهری زیبایش را بخوریم، چون که همه جایش زهرآلود است و با خوردن یگان قسم این درخت حتما به بیمارخانه خواهید رفت. سبب زهرناک بودنش این است که در ترکیبش الکالویدهای تاکسین دارد و آدم را میکشد. هر سال مقدار زیادی چهارپایان و حیوانات وحشی با سبب خوردن این گیاه از بین می روند. چنانه که گفتیم با بدن انسان هم ضرر کرده باعث منشوی کار دل و نفس می شود. فقط 50 گرم از این گیاه کفایه است که انسان به نفس تنگی دچار شده بمیرد. برای این زهر یگان ماده پادزهر وجود ندارد، ولی بعضا داروی اتراپین در این حالت‌ها یاری می رساند. دوره‌های قدیم مردم این درخت را در نزد حاجتخانه‌ها می کشتند، چون که بوی این درخت حشره‌ها را نابود می کرد. چوبش هم خیلی با قوت است و استاهای چوبساز از آن استفاده میبرند. پیچک زهردار. پیچک زهردار یک گیاه آلرژنی است که بلاهای زیادی به سر آدم می آورد. اگر به آن دست زنید پوست ورم کرده آبله می کند و سببش این است که در شیره آن ماده زهرناک با نام اورشیال است. پیچک نمودهای گوناگون دارد و در طبیعت زیاد می روید و از آن دور ماندن امکان ندارد. این گیاه از درختان و دیوارها آویزان می شود، مثل گیاهان دیگر بوته می شود و اینچنین به گرد درختان می پیچد. و راه آسان‌تر شناختن این گیاه زهردار برگ‌های آن است، چون که برگ‌هایش در نوده صدا نمیرویند. شاید بگوید که پیچک درخت نیست، اما فرصت یابد به گرد یک درخت پیچیده از آن درخت هم درازتر می شود. و همین خاطر اگر به جنگل رفتید و به درخت‌های گوناگون دست زدید، اهمیت دهید که پیش از شما پیچک آن درخت را انتخاب نکرده باشد. درخت خونی اژدها. این درخت خیلی زیبا و زانتیک مانند است که بلندیش به 9 متر 10 سانتی متر میرسد و حدودی 600 سال عمر میبیند. جالبش این است که شیره این درخت به خون مانندی دارد و به همین خاطر نامش را درخت خونی اژدها گذاشته‌اند. از شیره این درخت برای دارو و اینچنین برای ساخت پماد استفاده میکنند. با توجه به این فایده هایش شاید در سرتان سوال پیدا شود که پس چه خطری دارد که نباید به آن نزدیک شویم. حقیقت آن است که این درخت خطرناک نیست، اما نباید به آن نزدیک شد، چون که نسل این درخت در حال نابود شوی است. این نمود درخت در یکی از جزیره‌های یمن وجود دارد و به خاطر بریدن زیاد و نامساعد شدن محل رویش آن نابود شده ایستاده است. البته این درخت‌ها تیز میرویند و زیاد میشوند، اما با سبب‌هایی که پیشتر گفتیم کلان نشده از بین میروند. سبب اساسی نابود شوی این درختان تغییرات آب و هوایی است و دانشمندان تخمین زدند که تا سال 2080 45% باقی مانده این درخت‌ها نیز از بین می‌رود. البته برای پیشگیری از نابود شوی این درختان برنامه‌های گوناگون پیش بینی کردند، اما با سبب جنگ و درگیری‌های داخلی در یمن کسی به این برنامه‌ها عمل نمی‌کند. درخت گیلاسی وحشی. درخت گیلاسی وحشی در نقطه‌های گوناگون دنیا می‌روید و آدمان و حیوانات از میوه آن استفاده می‌برند. باید بدانید که همه قسمت‌های این درخت و جز میوه آن زهرآگین هستند. سببش این است که این درخت ماده شیمیایی با نام گلیکوزیدهای سیانوتیک دارد و سبب سردرد، سرچرخزنی، قی‌کنی، استرس و بعضا سبب مرگ هم شده میتواند. البته کسی برگ و چوب این گیاه را نمیخورد، اما باید احتیاط کرد. به خاطر زیبایی ظاهری این درختها را برای زیبایی طبیعت شهر یا خانه ها میشینانند و از میوهش نیز استفاده میبرند. از چوبش هم برای ساختن وسیله های موسیقی یا مبل جای کار یا خانه استفاده میکنند. دوستان، با شما ما یک خبری بهترین داریم. خودی حاضر شرکت ازیم مارکت در همه داروهای خود 20% تخفیف اعلان کرده است و اکنون شما امکانیت دارین که دارو برای سفیدی پوست روح و پوست بدن، دارو برای فربه‌شوی و خرابشوی، برای درد موشک‌ها،
барои дарди меъдаву гурда, барои ришу мӯй сарбарурӣ, равғани сиёҳдона, паста барои боқувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд ва боз дигар дороҳои гиёҳии оригиналро бо скидкаи 20% харидорӣ кунед. Ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед. Ҳамчунин шумо ҳамаи ин дороҳоро аз саҳифаи Азия Маркет дастрас карда метавонед. Силкаи саҳифаи Азия Маркет дар описионияи видео.